امشب قرار یکی از عجیبترین و در عین حال ساده ترین پدیده‌های آسمانی رو با هم ببینیم. ماه خونین یا همون خسوف کامل. 16 شهریور 1404 بدون هیچ تلسکوپ و وسیله خاصی از تمام ایران این ماه گرفتگی دیده میشه. توی همین ویدیو هم زمان دقیق شروع و اوج و پایان این پدیده رو میگم، هم دلیل علمیش رو توضیح میدم تا بدونید چرا این اتفاق میفته و دیگه کسی نتونه با خرافات و ترس شما رو به سمت نماز آیات یا چیزای عجیب دیگه ببره. اول بریم سراغ اصل ماجرا. چرا ماه گرفتگی اتفاق میفته؟ خیلی ساده است. وقتی زمین دقیقاً بین خورشید و ماه قرار میگیره، سایه زمین روی ماه میفته. به همین دلیل ماه به جای اینکه نور خورشید رو بازتاب بده، تاریک و سرخ دیده میشه. هیچ نیروی ماورایی در کار نیست، فقط یه پدیده کاملا طبیعی و قابل محاسبه است. امسال هم 16 شهریور از ساعت 6:50 غروب تا 9:50 شب این اتفاق رخ میده و از سر تا سر ایران بدون هیچ تلسکوپ و وسیله کاملا مشخصه. ولی یه مشکل جدی وجود داره. با وجود توضیح روشن و علمی هنوز خیلی‌ها فکر میکنن این اتفاق نشونه خشم یا بلاست. اینجاست که پای خرافات وسط میاد. عده‌ای باور دارن باید توی خسوف نماز آیات بخونن تا از مصیبت‌ها دور بمونن. اما بذارید خیلی صریح بگم، توی کل تاریخ بشر هیچ ماه گرفتگی باعث مرگ یا آسیب مستقیم به کسی نشده. زمین میلیون‌ها سال داره میچرخه و بارها و بارها ماه گرفته، ولی نه آسمون ترکیده نه بلایی سر انسان‌ها اومده. با این حال چرا همچنان خرافات پابرجاست؟ چون ذهن انسان همیشه دنبال دلیل میگرده. وقتی جواب واقعی رو نمیدونه یا نمیخواد بپذیره، با یک دلیل خیالی خودش رو قانع میکنه و اینجا دقیقاً همون نقطه‌ایه که علم و آگاهی باید جایگزین ترس و خرافات بشه. فجیع ترین خرافات و عمل بهش اینه که در قدیم اون موقع‌ها که رسانه و خبر نبود، وقتی ماه گرفتگی یهو اتفاق میافتاد مردم شوکه میشدن. و عجیبترین بخش ماجرا این بود که بعضی زنها مهریه‌شون رو میبخشیدن. چرا؟ چون فکر میکردن دنیا آخرشه یا خدایان دارن قدرتشون رو نشون میدن. اگه شما هم اطرافیانتون به این باورهای قدیمی اعتقاد دارن، توی کامنت ها بنویسید تا با هم بحث داغی راه بندازیم. و یادتون نره برای ویدیوهای بعدی که پر از خبر، حاشیه و نقد واقعی هستن، ترند فکت رو دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی، بدرود.